بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام دهیم و درس امروزه تعبیر صفات با زبان فارسی. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند وكل شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله تعالى عز اسمه فجاز القول به سوى اليد بالفارسية، فلا يجوز أن يقول دست خدای ويجوز أن يقال بروي خدای عز وجل بلا تشبيه ولا كيفية. یعنی امام ابو حنیفه میگویند تمام صفاتی که علما از صفات خداوند متعال و ذوالجلال ذکر کرده اند جایز است که با فارسی گفته شود جز صفت ید، بنابراین جایز نیست که گفته شود دست خدای، ولی جایز است که گفته شود بروی خداوند بدون هیچ تشبیه و کیفیت. اکنون بیایید شرح گفته های امام ابو حنیفه را دیده برایم و هر آنچه را از صفت های الله تعالی که از جمله متشابهاتند علمای کرام از عباره عربی به زبان فارسی ترجمه نمودند، مثل وجه، قدم، عین و اسم های الله تعالی که فهما و عالی و از وهمها غالب و بلند است جایز و سخن نمودن رواست، بجز ید که آن را نمیتوان به فارسی دست گفت، یعنی ممکن نیست که ید را دست خدا بگوییم و جایز است که وجه الله را به فارسی بروی خداوند عزوجل بگوییم. این اجازت است، اما بی تشبیه و بی مانندسازی و بی قیاس کنی به انسان ها. یعنی وقتی که ما میگوییم وجه الله به فارسی میگوییم که بروی خدا، ما باید یگان تصورات و خیال نداشته باشیم که وجه الله به وجه انسان مانند است، زیرا این تشبیه به انسان ها می شود، به مخلوق ها می شود که چنین تشبیه کردن جایز نیست. خلاصه درس امروزه عزیزان، صفت های خداوند ید، وجه و دیگر صفت ها به صفت های ما انسان ها مانند نیستند و چگونگی آنها را تنها خداوند می داند. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.